سلام دوستان عزیز. یه تست دستگاه بافنگ ساده 16 کانال رو میخوام بگیرم. حالا با این جی پی اس چون کیلومتر خرابه، این جی پی اس رو صفر کردیم ببینیم حدوداً چقدر میشه. تو منطقه هم که میبینید منطقه کوهستانیه. دوستمون رو گذاشتیم اینجا و میریم. صدا خوبه؟ چطوره صدا؟ همتون راهو عالی رسا خوب. تست. صدا چطوره ساله؟ خوبه صدا عالی. صدا میاد؟ بله صدا من اومد برای شما؟ بله کاملا واضح. خیلی صدا چطوره؟ عالی رسا. ادامه میدم. چون این کوه اومد جلومون صدایی که هم به خشخش افتاده. منطقه کوهستانی، حتی از شهرم مانع های بیشتری که کوه های میبینید همون جلو سیگنال رو میگیره. صدا چطوره؟ هنوز که خوبه. خب ما خیلی رفتیم دیگه، نزدیک رمونیم. رفتیم رمان. بنده خدا اینجا شاید جان صدا هست. صدا میاد؟ بله عالیه. ما دیگه جاده خیلی خرابه. من برمیگردم حالا ببینم چند کیلومتری شده. یک چای آماده. تشکر. این دستگاه با فنگای 16 کانال چه 777 باشه چه 888 بردشون تو یه محدود است. حالا حتی که مودای 33 نیو. به خاطر همین حالا چون این 777 شما اگه 888 هم بخواین از ما بگیرید بردش همینه. زیاد با هم دیگه فرق نمی‌کنه. هم باتریشون بردشون یکی. ما برگشتیم پیش دوستامون. ما برگشتن که چیز زدم شد 3 و 2 کیلومتر. 3 کیلومتر تو این کوهستان تونستیم ازش برد بگیریم. تو این کوهایی که میبینید و تو تبلیغاتی که اینا رو تو تبلیغاتشون اعلام میکنیم حدوداً 4-5 کیلومتر فضای باز، ولی اینجوری که من تست کردم توی فضای کوهستان داره 3 کیلومتر برد میگیره که البته صدام قطع نشد. من برگشتم احتمالاً میتونستم تا 3.5-4 هم راحت‌تر ازش برد بگیرم. تو فضای باز و فضای کبیری 100% حدوداً بیشتر از 5-6 کیلومتر رو بگیره. یعنی حدوداً شاید 7 تا 8 کیلومتر فضای کبیری و مثل دریای کبیر راحت بشه 7-8 کیلومتر رو ازش برد گرفت.